روزی سه احمق به نام اکبر، گل محمد و سیجی دراز کشیده و داشتن درباره هوس‌های زندگی صحبت می کردند. خدا وکیلی خیلی هوس آسانسور کردم. کاشکی خونمون آسانسور داشت. هی اکبر، مگه فقط خونه های گرون آسانسور ندارن؟ اکبر، گل محمد درست میگه. میگم بیا پولدار شیم. اسقل، پول علف خرس نیست. آها راست میگی. ها یه ایده ای دادم. چیه؟ دیدی خواننده ها پول دارن؟ آره داشت، خیلی پول دارن. خب میتونیم ما هم هر کاری که اون انجام میدن رو انجام بدیم. شب میگم باید چی کار کنیم. صبح در گروه استریت. پس این سیجی کجا رفت؟ نمیدونم، الان همینجا بود. حالا بذار برات توضیح بدم چی کار کنیم. اول باید یه جای خیلی شلوغ پیدا کنیم، بعد فلافل بفروشیم. چه ربطی به خوانندگی داشت؟ مگه نگفتی که خواننده ها پول دارن؟ از خوانندگی پول در نمیاد. آها، حالا اینطوریه. حالا چطوری فلافل بفروشیم؟ من میرم یه جای شلوغ پیدا کنم، تو هم برو وسایل فلافل رو پیدا کن. پول تو فلافلی نیست. نمیخوای؟ باشه. بعد از چند روز که گل محمد در گروه استریت نشسته بود، اکبر رو دید که با هلیکوپتر آمد. این از کجا بردی؟ خریدم. از پول فلافلی؟ نه. از خوانندگی؟ نه. چیکار کردی؟ چند روز قبل که داشتم دنبال یه جای شلوغ میگشتم، سیجی رو دیدم که وسط پمپ بنزین عین دست خر وایساده. منم منتظر موندم تا یه ماشینی اومده و سیجی رو برد. رفتم دنبالش تا یه جای خلوت رسیدیم و صحنه‌های خیلی بدی اتفاق افتاد. از اونجایی که اون یارو خیلی پولدار بود و من خیلی فضول بودم، به من کلی پول داد تا به کسی نگم. الان به من گفتی که پس نتیجه میگیریم که نه از خوانندگی پول در میاد نه از فلافلی. دروغ نگو. اصلا به تو چه؟ موج میخوری؟ ها؟ موج چقدر گرون شده؟ راستشو نگی لقبت رو میکنم اکبر چاخان. باشه راستش رو میگم. بگو. اما واقعیتی که اتفاق افتاد. سلام، خونه به رنج 50 میلیون تومن دارید؟ 50 میلیون؟ آره، فقط یه دونه داخل سیستم هست. چه خوب. میشه نشونم بدید؟ وسیله نقلیه دارید؟ بله، یک دوچرخه دارم. دوچرخه. تلفن همراه دارید زنگ بزنید تاکسی؟ نه، ولی یک کفتر نامرسون دارم. کفتر نامرسون؟ چیه؟ به چی میخندی؟ این یارو اومده به من میگه 50 میلیون خونه دارید. میدونم خنده داره. سلام، شاید برات عجیب باشه که تلپورت شدی، اما تو برنده قرعه کشی برادران سوپر قهرمان بدون حسن شدی و این هم از هلیکوپتر و قدرتت. برو لذت دنیا رو ببر. یه یارویی از فلافلی خواست خونه بخره، اونم کلا با 50 میلیون. تو ولکن قضیه نیستی نه؟ حداقل یه چیز منطقی تعریف میکردی. این دفعه هم مچم رو گرفتی. آره، مچتو گرفتم، خیلی راحت هم گرفتم. بربری میخوری؟ سنگک چقدر گرون شده. بگو. میگم خبر مردن یکی از بنفش رنگی ها رو شنیدی؟ نه نشنیدم. منم برای اینکه پول زیادی گیرم بیاد اول رفتم این هم از واقعیتی که واقعا این اتفاق افتاده، این قبلی چیز نیست. اکبر، مردم از گرما. کجایی؟ اکبر کجا بودی؟ یه کسی ول نمی‌کرد. کجا میریم؟ برو آهنجاییاتی برادر چوبان بدون حسن. پیشنهاد میکنم از اینجا به بعدش رو خودت حدس بزنی. چرا باید خودم حدس بزنم؟ بگو دیگه. چون عین خوردن غذای گرون سخته. نمیتونی خیلی سریع بگی که خیلی راحت بگذره؟ به بنفشا گفتم سیجی زده کشته، سیجی هم گفته من زدم کشتم. بعد هر دوتام رو گیر انداختن و خیلی درد داشت. هنوزم جاش درد میکنه. بعد از اینکه از بیمارستان اومدم بیرون، کلی آدم با دوربین بودن. یکی اومد جلو گفت امیدوارم از دوربین مخفی برنامه شوخی دستی حال کرده باشی. چه حسی داری؟ منم گفتم بیام برای کنم کیش دوربین برنامه من کیش. ولی خدا وکیلی چند روز راحت میرینم.
کاش که من به جات بودم. ناراحت نباش، هلیکوپتر خودته. حالا چرا دروغ میگفتی؟ چون به هم گفتن یه هفته ای به کسی نگم. الان که گفتی، پس نتیجه میگیریم که نه از فلافلی پول در میاد، نه از بنگاهی، نه از برنامه‌های تلویزیونی، نه از آهنجاییاتی، نه از میوه فروشی، نه از خوانندگی. راستی CJ چی شد؟ رفته داره فلافلش رو میفروشه.